مردم 1000 تومان میخوان به یه نفر بدن، نگاه میکنن ببینن که اون جنسی که میگیرن 1000 تومان میارزه نمیارزه، ولی 2 ساعت وقتش میده هیچ نگاه نمیکنه که میارزه نمیارزه. آخه 2 ساعت پولش چقدر میشه؟ خیلی پولش میشه. یه وقتی که داشت میمرد اسرائیل اومد گفتش که من 3 گنج دارم، یکی از این گنج ها رو میدم به تو که 1 دقیقه به من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفت 2 از گنج ها رو میدم. گفت نمیشه. گفت هر 3 گنج رو میدم که 1 دقیقه من مهلت بدی. گفت نمیشه. گفتش من میدونستم که نمیشه، چون اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. میدونستم. گفت برای چی سوال کردی؟ گفت برای اینکه مردم بدونن که من مردم چندین هزار جواهر رو اینها رو 3 گنج رو حاضر شدم بدن که 1 دقیقه به من بدن ندادن. شما قدر بدونید چطور ممکنه که من 2 ساعت 3 ساعت وقتم رو 4 ساعت در روز بدم به تلویزیون و به برنامه نمیدونم و اینا که چی که هیچی به من نده؟ چه خسران مبینی ما رو گرفته که ما هیچ حساب نمی کنیم. عمرمون مهمترین اسراف عمره، نه اسراف آب و نون و اینا. حالا نون یا یه خود آدم بیشتر میخوره که کمتر میخوره. اسراف بزرگ ان الله لا یحب المسرفین بدترین مثالش اسراف عمره، چون چیزی گرانبهاتر از عمر نیست. حساب بکنید رو عمرتون.